امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین سفر خارجیش در عهد کرونا ویروس به مسکو رفته است، در پرد یا گذشت نظامی بخشیده به 75 سالگی پیروزی بر فاشیسم اشتراک کرد و در قطار چندی از رهبران کشورها در پهلوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حضور یافت. گذشت نظامی هر سال 9 می برگزار می شد، اما امسال به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تأخیر افتاد. این معرکه یک هفته پیش از رایدهی برای اصلاح قانونی اساسی روسیه صورت گرفت. بنا به تغییرات نو، مهلت رهبری ولادیمیر پوتین تا سال 2036 دراز خواهد شد. نیروهای مخالفین در روسیه به ضد قبول شدن اصلاح به کنستیتوسیه هستند. رهبران فرانسه و جمهوری چک و خرواتیا و چین که قبلا برای حضور در پرد اظهار آمادگی نشان دادند، از پرواز به مسکو دست کشیدند. از میان پرزیدنتان دیگر در این مراسم رهبران بلاروس و قزاقستان، قرقیزستان، مالدو و سربستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. بعضی از کارشناسان میگویند اشتراک رهبران بلاروس و تاجیکستان در این معرکه با هدف دریافت پشتیبانی روسیه مهم بوده است. قرار است ماه نوامبر امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. کارزار سیاسی هنوز آغاز نشده است، ولی امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی تخمین زده می شوند. پدر و پسر درباره اشتراک خود در این انتخابات هنوز چیزی نگفتند. در ماه اوگوست الکساندر لوکاشنکو بار ششم برای دریافت کرسی پرزیدنتی وارد رقابت می شود. شروع کارزار انتخاباتی در بلاروس از معرکه‌های پیشینه فرق دارد. مخالفین به ضد لوکاشنکو تجمع می کنند و تاکنون ده نفر بازداشت شدند. اما پیش از آن حاصل اول پرد امروزه را ولادیمیر پوتین خواهد دید که محبوبیتش کم شده است و برای دراز کردن قدرتش تا سال 2036 رفراندوم برگزار می کند.